این ذره جاودان هست که شب استراحت میکنی، میره تو بادهای بالا سفر میکنه و تو هیچی هم یادت نیست. این کالبد رو ترک کنی هم همینه. همه اینا یه تمرینیه برای ما. همین طبیعت، همین رودخونه، همین طلوع که با عشق میریم تمرین میکنیم که طلوع رو نگاه کنیم. این دنیا داره به ما نشون میده که ریسمان الهی است. کسی که این ریسمان الهی رو بگیره توی مسیر این ریسمان رشد میکنه و این رشد به نظر شما، من مثال فیزیکی میزنم، این رشد وقتی داری رشد میکنی از مهد کودک شروع میکنی، از بعد به تولد شروع میکنی، کم 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 میرسی به مهد، از خونه پدر مادر جدا میشی، رشد کردی، حالا آمادی، میری به مهد کودک، همه چی رو یاد گرفتی دیگه، آمادی، میری کلاس بعدی. معلمات فرق میکنه دیگه، استادات فرق میکنن، راهنماهات فرق میکنن. یعنی هر لحظه کدو بگیرین، هر مرحله رشد من فرق میکنه با قبلی و بعدش. پس من تکراری ندارم.